بنده این تصمیم رو یک تصمیم بسیار شجاعانه میدونم، در شرایطی که تردیدهای فراوانی وجود داشت، مخالفت‌های فراوانی هم. میکشم سر جامتان را جامتان را جامتان را میهن در دل تو در دل من تا همیشه گرم و روشن این کرانه سرشار از فرداهای روشن
امشب اولین کنسرت ما از این سری کنسرت‌های اروپایی بود. ما در استراسبورگ اولین کنسرت رو اجرا کردیم. استقبال مردم خیلی خوب بود. شبتون بخیر قربان. می‌خواستم نظرتون در مورد برنامه موسیقی که امشب پخش شد بدونم. خیلی عالی بود، خوشم اومد. مخصوصاً یه به اصطلاح نوآوری هم کرده بودن، از جمله دف آورده بودن ارکستر سمفونیک و ستار رو منم دیدم مثل که. بله بله. خیلی عالی بود. فکر کنم برنامه خوبیه چون گفتگوی تمدن‌ها همونجوری که ما ایرانی‌ها چندین سال داریم میگیم به جای جنگ تمدن‌ها، کار بسیار خوبیه که تمدن ایران و تمدن غرب بتونن با هم دیگه صحبت بکنن. فکر می‌کنم که تو دید مردم اروپا و کل جهان خیلی اثر بذاره که بدونن که مردم ایران صلح رو دوست دارن، آرامش رو دوست دارن، موسیقی رو دوست دارن و زیبایی رو دوست دارن. الفرقة الموسيقية اللي جاءت من الجمهورية الإسلامية أعطت صورة جميلة للنشاط الفني في إيران، وخصوصا الأخوات المحجبات الذين يعطوا صورة جميلة أن الإسلام لا يمنع الفن ولا يمنع النشاط الإسلامي.
اسم این سمفونی صلح و امیده. این جوونا اینام جوون بودن، سمفونی تهران جوان امید داره و این امید انشاءالله همیشه دنبالش صلحه و ما ملتی هستیم که همیشه منادی صلح بودیم و با اجرای خوبشون بچه‌ها نمادهایی از این رو اینجا نشون دادن که واقعا جا داره از تک تک اونها تشکر بکنیم. It was a wonderful occasion to meet Iranian culture and music. It was very exciting and a moment of friendship. Ya bana